سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. همونطور که میدونین این روزها بازار متاورس خیلی داغه، اما خیلی از شماها در مورد پیشتاز این عرصه از من خیلی سوال میکنین. اونم چیزی نیست جز دیسنترالند و توکن مانا که جزو پیشتازان عرصه متاورس و تقریبا واقعیت مجازی تقریبا میشه بگی توی حوزه رمزارزها جزو اولین ها بود که با یک پروژه خیلی قوی شروع به کار کرد و خیلی هم قوی همچنان داره پیش میره و به نظر من آینده فوق العاده درخشانی داره. سوال خیلی کرده بودید در موردش، یه بخشیش رو امروز راجبش صحبت میکنیم. اگر خیلی دوست داشتید و فضا این طوری بود که دیدم خیلی علاقه دارید تا بیشتر راجبش بدونید، قطعا راجب جزئیاتش هم براتون ویدئویی ضبط خواهم کرد. بچه‌ها چیزی که خیلی راجبش از من سوال کرده بودین اینه که چجوری میشه توی این فضا زمین‌های دیجیتالی خرید، زمین‌هایی که خیلی ارزشمند هستند و بسیار 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 ارزشمندتر خواهند شد و فضای سرمایه‌گذاری خوب و مطمئنیه، چرا که دیسنترالند و مانا یکی از معتبرترین پروژه‌های حوزه متاورسه. بچه‌ها توی سایت ارزم به خدمتتون که کوین مارکت کپ دیسنترالند رو سرچ میکنیم و باز میکنیم، یک سری اطلاعات اینجا هست مثل حجم مارکت کپش که الان 6 میلیارد دلار حجم مارکت کپشه. بچه‌ها این فوق العاده است. و توکن مانا که الان 3 دلار قیمت داره، تا چند وقت پیش 1 دلار بود، بیشتر هم رفت تا حتی 5 دلار هم فکر میکنم اگر که اینجا بهمون نشون بده. هرچند بچه روی این قیمت هایی که اینجا میزنه خیلی سایت کوین مارکت کپ رو روی قیمت هاش خیلی اطمینان نداشته باشین. 4 دلار و 70 سنت سقف قیمتی بود که زد و الان روی 3 دلار و 38 سنت. توکن به شدت آینده داریه و پیشنهاد میکنم بچه‌ها خود توکنش رو حتما توی سبد سرمایه گذاریتون داشته باشین، چرا که آینده درخشانی که این پروژه داره تأثیر مستقیمش اول از همه روی توکن حاکمیتی مربوط به این پروژه گذاشته میشه. این توکن روی بسترهای مختلف، روی بستر اتریوم و ایکس دای هست، اما شما پیشنهاد من هست که از صرافی‌های متمرکز، که اکثر صرافی‌های متمرکز هم بچه این توکن رو دارن. میبینین که هر صرافی متمرکزی که شما فکرشو بکنین اینجا جزو لیست صرافی‌های هست که این توکن رو داره، مثل کوکوین، بایننس، کوینکس، امیکسی و سایر صرافی‌ها. به شما پیشنهاد نمی‌کنم از صرافی غیر متمرکز بخرید مگر اینکه بخواید حجم سرمایه زیادی داخلش بگذارین. اون موقع باید از صرافی یونی سواب با این آدرس کانترکتی که توی بستر اتریوم یا ERC20 هست خریداری بکنید این توکن رو. میریم سراغ سایت جذاب دیسنترالند. بچه‌ها این صفحه اول سایت دیسنترالنده که میبینیم به این شکل چیزهای جالبی داره. اگر که وقت بذارین توش بگردین و اما اگر که تقاضا هم داشته باشین و تقاضاها زیاد باشه قطعاً بخش این سایت رو براتون باز میکنم. ولی امروز میخوام راجع به خرید زمینهای دیجیتالی باهاتون صحبت کنم، چیزی که خیلی توی دایرکت از من سوال کرده بودین. بچه‌ها شما زمانی که وارد سایت decentraland.org میشین، این قسمت بالا که میبینین زده مارکت پلیس، روی مارکت پلیسش کلیک میکنیم، منتظر میشیم که لود بشه. بهترین جایی که پیشنهاد میکنم بچه این زمین ها توی سایت های دیگه هم مثل سایت اوپنسی هم هست، اما پیشنهاد میکنم از خود سایت دیسنترالند بخریم زمین های دیجیتالیش رو. ساین این رو که از این کنار بزنیم یک کیف پول متامسک میخواد برای اتصال شدن به این سایت. خیلی از بچه ها مشکل داشتن که برای بحث کیف پول متامسک که اتصال بدن مثل سایت راریبل. حالا یک ویدیو هم در مورد اون توضیح میدم بچه ها براتون، ولی این رو بدونیم اگر که از خود بروزر خود متامسک استفاده میکنین شما مدام باید داخل خود کیف تاییدیه بزنید. اگر که از کروم استفاده میکنین توی گوشی که اصلا امکان پذیر نیست
چرا که شما تاییدیه باید بزنین و افزونه کروم رو وقتی افزونه متامسک رو روی کروم موبایل نصب میکنین نمیتونین بهش دسترسی داشته باشین برای تاییدیه. بگذاریم توی سایت رو باز میکنیم، قسمت مارکت پلیس میایم، ساین این رو زدیم، اینجا یک دکمه هست کانکت رو میزنیم. این دو تا کیف پولی هست که از ما میخواد، میتونیم از طریق ولت کانکت، مثلا اگر ولت توی گوشیمون هست مثلا ترس ولت هم بهش متصل بکنیم. اما متامسک یکی از بهترین ولت هایی که پیشنهاد میکنم حتما روی کامپیوترتون به عنوان افزونه روی کروم داشته باشینش. متامسک رو میزنیم، یک مقدار صبر میکنیم تا لود بشه. خب بچه‌ها متصل شد. بله، چون من قبلا تاییدیه‌اش رو داده بودم، ولی شما اگر دفعه اولتون باشه ازتون ساین میخواد برای اینکه متصل بشه به کیف پولتون. و بچه‌ها دقت کنین که کیف پولتون حتما باید روی بستر اتریوم باشه. این رو حواستون باشه، روی بستر اتریوم مین نت باید باشین بچه‌ها. خب حالا کیف پول تستی ما هست. بچه‌ها این بالا این اگر که اطلاعیه برای ما بیاد یا فعالیتی ما داشته باشیم اینجا برای ما میاد. این موجودی توکن مانامونه و این یکی هم المان هاییه که آیتم هایی هست که توی این بازی خریداری کردیم. حالا برای خرید زمین باید چه کار کنیم؟ من روی اون زدم. خب برای خرید زمین باید چی کار کنیم بچه‌ها؟ همینجا میایم قسمت مارکت پلیس. یه وقتی وصل بشیم بچه‌ها اینجا عکس کاراکترمون هم میاد. حالا گفتم اگر که خواستیم بعدا میگم که این کاراکتر رو چجوری میتونیم بسازیم و چه کار باید بکنیم. توی قسمت مارکت پلیس آیتم های مختلفی برای خرید وجود داره. یک سری آیتم هاست که الان اینجا میبینین آیتم های نیو آیتم زده، آیتم های جدیده که به این بازی اضافه شده، مثل عینک برای کاراکترتون، لباس هست و یک سری آیتم های دیگه مثل کفش و این داستان ها. اینها هم یک سری آیتم هاییه که قبلا اضافه شده بوده و میتونین اینجا بخرین. الان مثلا یک کلاه اینجینی بخوایم بخرین 2 مانا باید هزینه بکنیم بچه. توی قسمت پاراسل زمین هایی که میتونین بخرین وجود داره. این قسمتی که ما باهاش کار داریم بچه ها، پاراسل. خب ویو آل رو میزنیم، روی یک نقشه خیلی قشنگ به ما نشون میده، نقشه‌ای که کامل میتونیم تکونش بدیم، قسمت‌های مختلفش رو میبینیم بچه‌ها. زمین‌هایی که به شکل این آبی فیروزه‌ایه، زمینایی که گذاشتن برای فروش بچه‌ها. میبینید کل سرزمین دیسنترالند اینجا وجود داره و پاراسل هایی که برای فروش گذاشته شده تک به تک اینجاست. ببینید مثلا این 2 پاراسل مثلا این گوشه گذاشته شده برای فروش. این الان 1,000,000 مانا هزینهشه. این یکی الان خیلی گرون گذاشته، این یکی 10,000 مانا هزینهشه بچه. اگر بگردین زمینای با قیمت مناسب پیدا میشه. حالا بهتون میگم که حالا خیلی نیاز نیست بگردین. یه مدلی داره که اینطوری بهتون نشون میده و اگر بخواین بخرین مثلا این زمینو، خب الان 6,000 مانا اینو براش قیمت گذاشته، روش کلیک میکنیم. خب این پایین باز میشه، میاد میگه آقا اونر این زمین ایشونه، آقای ERF، و میتونید با بای ازش خریداری بکنید. بای رو که بزنیم موجودی مانا باید داشته باشیم توی همین کیف پول متامسکمون که متصل کردیم. بای رو میزنیم و این زمین رو میتونیم بخریم بچه ها. صاحب اولیه زمین رو میگه اینجا معرفی کرده که 6,000 تا قبلا فروخته. این آقا انگار 7,000 تا خریده این زمین رو، 7,432 مانا و الان 6,999 مانا میخواد بفروشدش. البته تو تاریخ 27 مارچ خریده، اون موقعی که خریده مانا خیلی ارزون تر از الان بوده و 6,000 مانا با این 7,000 مانا این 6,000 خیلی بیشتر از اینه الان. عرضم به خدمت شما که همین. حالا از این طریق یکم سخته این که بخوایم مثلا زمین مناسب و اینا رو پیدا کنین، اینجا بخوایم بگردین، ولی جذابه از این طریق. حالا بهتون میگم ویژگی این داستان چیه. خب این بالا 2 تا گزینه داره بچه. الان ما روی این گزینه هستیم. وقتی بیام روی این یکی ببینید به این شکلیه باز میشه پاراسل ها.
و گزینه اینجا داره recently list، میگه اخیراً گذاشتن برای فروش رو برامون بیاره، یا چیپست یعنی از ارزون ترین. خب میتونیم به ترتیب جدیدترین و به ترتیب نیم برامون مرتب کنه. ما این گزینه بالا رو میزنیم چیپست که از ارزون ترین برامون لیست کنه. بچه‌ها میبینین ارزون ترین پاراسل الان 3950 مانا هست. مانا الان 3.36، اگر بخوایم حساب بکنیم 3.36 ضرب در چند گفته 3950 3950 چقدر میشه بچه ها؟ ارزون ترین زمین الان توی دیسنترالند و ارزون ترین پاراسل $13,000 قیمتشه بچه ها. سرمایه گذاری به شدت امن و آینده داریه. راجبش تحقیق بکنین اگر خواستین و این سرمایه رو داشتین میتونین حتما واردش بشین. البته اگر کل سرمایه‌تون اینه پیشنهاد نمی‌کنم، ولی اگر که سرمایه‌تون خیلی بیش از این هاست میتونین یه بخش کوچیکی از سرمایه‌تون رو روی این سرمایه گذاری کنین. حالا بچه‌هایی که اینقدر پول ندارن که بخوان یه پاراسل از این زمین رو بخرن و نگه دارن، پیشنهاد من بهشون اینه که خود توکن مانا رو نگه دارن، خود ارز مانا رو. قطعا چیزی که باعث گرون شدن زمین مانا بشه روی توکن و ارز حاکمیتی این پروژه هم تاثیر مستقیمش رو میگذاره و باعث رشد قیمتی ارز این گیم هم این پروژه در واقع بهتره بگیم میشه. حالا الان به فرض مثال سوال پیش میاد آقا من توی اینجا خب مثلا بگیم آقا فلان زمین، آقا من فلان زمین رو اینجا مثلا بذار اینو بگیم اینجا که دورش یه ذره شلوغ‌تره، یا من این زمینه رو میخوام بخرم، خریدم. حالا چجوری اصلا بفهمم کجا هست؟ وقتی آدم میره توی دیسنترال خیلی گیجه، نمیتونه بفهمه چی به چیه در واقع. خب بیایم پایین رو ببینیم 159,000 مانا گذاشته برای فروش. خب بچه ها این زمین رو به راحتی اینجا با گزینه جامپ این میتونیم بریم بالا سر زمین. ببینین از من چون اکانت دارم از قبل یک ساین میگیره و وارد میشه. شما میتونید به عنوان گست وارد پروژه بشین، وارد دیسنترالند. یه چند ثانیه‌ای باید صبر بکنید تا وارد بشه. بچه‌ها ببینید از خود فضای دیسنترالند یک فضایی که میتونین اگر توش بگردین فضای درآمدزایی توش وجود داره. خب بچه ها همونطور که دیدین لود شد و کاراکتر من دقیقاً اومد سر همون پاراسلی که من براش پیشنهاد خرید دادم. به همین شکل بچه ها به همین سادگی میتونین برین و زمین رو بخرین و بعدها میتونین روی اون زمین ارزم به خدمتتون کارهایی انجام بدین که خیلی جذابه. اگر سوالی داشتین و تجربه‌ای تو این زمینه داشتین توی بخش کامنت ها تجربیاتتون رو در اختیار سایر دوستان قرار بدین و اگر سوالی داشتین و یا دوست داشتین و علاقه داشتین که بیشتر راجع به این قسمت و این پروژه صحبت بکنیم حتما به من بگین تا راجع صحبت کنیم. اگر بخواید این فضا هم بیرون بیاین بچه‌ها اسکیپ رو که بزنین میره روی حالت موس. ببینید الان مثلا من موس ندارم ولی اسکیپ رو که بزنم میره روی حالت موس. پیشنهاد میکنم این فرصت رو به دوستانتون معرفی کنین و این ویدیو رو براشون شیر بکنین و اگر خواستین که راجع به جزئیات این پروژه بدونین توی کامنت ها به من اطلاع بدین تا در رابطه با جزئیات این پروژه با هم دیگه صحبت بکنیم. خدایا رو نگهدارتون.